ببین میدونی مادر که چی از یه چطور زن به دختر چجوری خود میتونه میکنه. شوهرشو بیچاره کنه؟ مامان من که نمیخوام طاهر رو بیچاره کنم. منظورم نه اون بیچاره‌ایه که تو میگی. بیچاره یعنی این که چارش تو باشی، یعنی این که نتونه حتی یه روز، حتی یه دقیقه بدون تو زندگی کنه. آره این خوبه، اینو بگین. براش بدون جایگزین باش. یعنی چی بدون جایگزین باش؟ یعنی کاری کن که هیچ زنی نتونه جای تو رو بگیره. چجوری؟ انقدر بهش محبت کن تا از محبت تو سیراب باشه. مطمئنش کن که هر وقت از خونه بیرون میره یه دلی همیشه نگرانشه. همیشه حسنای شوهرتو ببین. در مقایسه با دیگرون همیشه اون چیزایی رو که شوهرت داره و دیگرون ندارن در نظر بیار، نه اون چیزایی رو که دیگرون دارن و شوهرت نداره. بازم هست؟ آره، یکی دیگه هم هست. چی؟ عشق شوهرت باش. میگن مردا وقتی که با یه زن عروسی میکنن و اونو به خونه خودشون میبرن، بعد از یه مدت عشقشون تبدیل به عادت میشه. نذار عشق شوهرت تبدیل به عادت بشه. چجوری آخه؟ همیشه براش تر و تازه باش، متنوع باش، لبخند بزن، همیشه از کلام خوب استفاده کن. یادت باشه هیچ وقت سر یه موضوع یه ریز غر نزنی. پس بگو این کارو کردی که آقام هنوز بعد 30 سال عاشقته. هیچ میدونی که مردا خیلی سختشونه که به زنشون بگن دوستش دارن؟ آره؟ آره، اونا سعی میکنن با رفتارشون اینو نشون بدن. پدرت هم همینطور بود. اما تو به شوهرت بگو میدونم برا من خیلی زحمت میکشی، میدونم شب و روز داری برا من کار میکنی، میدونم که از خونه و خونوادت به خاطر من بریدی، ولی حداقل روزی یه بار بهم بگو که دوستم داری.